یکی از رازهای خوشمزه شدن کتلت اضافه کردن جعفریه. سیب زمینی رو رنده میکنیم، آبش رو میگیریم. پیازم رنده میکنیم، آبش رو میگیریم. زردچوبه، نمک، فلفل هم بهش اضافه میکنیم. جعفریامون هم ساتوری میکنیم، به مخلوطمون اضافه میکنیم. یک عدد تخم مرغ هم میزنم و حسابی همش میزنم. بعد از کمی ورز دادن نیم ساعت میذارم تو یخچال استراحت کنه تا خودش رو بگیره. با هر وسیله‌ای که دوست دارید میتونید فرم بدید یا مثل من با دست فرمش بدید و این رو اون رو سرخش کنید که عطر این جعفری رو تو این سرخ کردن آزاد شده. واقعا عالی شده. کنار این کتلت من گوجه هم گذاشتم چون میخواستم با برنج سروش کنم. شما میتونید با سیب زمینی سرخ کنید، کنارش بذارید و با نون میل کنید. برای اینم شد نتیجه کار. واقعا خوشمزه شده، خیلی عالیه. اصلا با جعفری موقعی که داخلش میزنی یه طعم و مزه عالی تری میگیره. تو کامنت برام بنویسید که شما چجوری دوست دارید میل کنید، با سیب زمینی و نون و یا با گوجه و برنج. شما هم این غذای خوشمزه و سنتی که همه ایرانی‌ها دوستش دارن یک بارم شده با جعفری امتحان کنید و در کنار خانواده‌تون نوش جان کنید. تمام.